اومدیم چهارشنبه بازار توی تستن. این پرتقالای زیادی که هست. کمان بسته $3. این هم لیمو هم هست بسته $1. Wow, those avocados are... What are those? Look at that. Lemons. Thank you. چیز یکم هم میذارن اگه میخوایم بچشینم. رایگان میذارن ببینیم همجوری. مادر شوهرم داره یکم چیز گلابی رایگان چیز میچشه. لوکم بعدش چیز نوعهای مختلف چیز هست. الان این یک نوع گلابی هست، یک نوع دیگهش اسمش چیه؟ جان or whatever it is. Asian pear مال چیز خاور دوری هست ولی گلابیه. بعد سیب هم نوعهای مختلف هست که اینجا الان 3 نوع هست. یکی از فوجی، نمیدونم اون هست کمه و یکی از پینک لیدی. قیمتاشون هم همشون $3 پوندیه. پوندی نیم کیلوه ولی خب این چون که چیز بازار روزمانن یا بازار هفتگی هست چیزاش خوب یکم گرونتره چون کیفیتش هم خیلی بهتر هست. این برم یکم توت فرنگی و ایناست. اومدیم اینجا هم پسرمون چیزی دید، توت فرنگی ها رو دید. الان نوامبر هست یعنی تقریبا تو زمستونه ولی خب کالیفرنیا چیزش نه ماکانی نه چیزه پسرم میذاره تو دهنش. چیز اونورم یکم چیز نمونه بود و خوردیم خیلی شیرین بود. $6 بسته یعنی یه جعبه که اون همه هست. خیلی زیاد. اینجا می خانم آسیایی هستن که این سری سبزیجات دارن میفروشن بسته ای. میخواستم یه چیزی رو بهتون نشون بدم و اون خیار ایرانی هست. Persian cucumbers $2.80 نیم کیلو یعنی 1 پوند. LB یعنی پوند. و نوعهای سبزیجات مختلف دارن همونطور که میبینی. و این خیار نازک و اصلا اسمش از خیار ایرانی همونطور که میبینی. خیارای جاهای دیگه خیلی کلفت درشت هست. اینم Persian cucumbers. میخواستم بگم که اون پایین توت فرنگی ها رو خریدیم بود 3 بسته کوچولو توی یه جعبه ای که بود $6. اینجا هم الان بریم پایین طرف همونو میفروشه $8 همون اندازه همونطور که میبینیم. یعنی اینجا اینجوری هست که از این فروشگاه بریم اونور چیز هست. البته فروشگاه معمولی نیست میگم این که بازار هست و اونجا که ما زندگی میکنیم مثلا بازار هم نیست متاسفانه. این کیه؟